مردی که شوروی رو بدون شلیک یک گلوله فرو پاشید. در دوران جنگ سرد همه منتظر انفجار بمب‌های اتمی بودند، اما هنری کسینجر بمب دیگری رو منفجر کرد. دیپلماسی پنهان. او معتقد بود برای نابودی اتحاد جماهیر شوروی نباید با آنها جنگید، بلکه باید اونها رو تنها کرد. شاهکار تاریک او در سال 1972 رخ داد. او مخفیانه به چین سفر کرد و دشمن دیرینه آمریکا رو به متحد اون تبدیل کرد. این کار باعث شد شوروی ناگهان خودش رو بین دو جبهه تنها ببینه. او با سیاست تنش‌زدایی شوروی رو در تله وابستگی اقتصادی و مسابقات تسلیحاتی کمرشکن انداخت. شوروی تمام سرمایه کشور رو فدای مسابقه تسلیحاتی کرد. موشک‌ها و زیردریایی‌ها روز به روز بیشتر می‌شدند، ولی قفسه فروشگاه‌ها برای مردم خالی بود. اما ضربه آخر کسینجر قطع کردن شریان حیاتی مسکو بود. دیپلماسی دلارهای نفتی. او با عربستان معامله کرد تا نفت رو فقط با دلار بفروشه و با سقوط قیمت نفت اقتصاد شوروی رسما به زانو در اومد. وقتی در سال 1991 پرچم شوروی پایین اومد، هیچ موشکی شلیک نشده بود. اتحاد جماهیر شوروی غرق در بدهی و انزوای سیاسی از درون متلاشی شد. هنری کسینجر ثابت کرد که گاهی یک خودکار و یک لبخند دیپلماتیک در پشت درهای بسته کار صدها کلاهک اتمی رو انجام میده. سیاستمداری که دنیا رو مثل یک صفحه شطرنج میدید و انسانها رو مثل سربازهای پیاده.